یخماس فروشی را دیدم. از آن یخماس گرفته خورده ایستاده رفته بودم. ناگهان از پیشم اپای شبنم بانو خواستم پول تاکسی را دهند و من خواهش کردم که نه تشکر زیاد. قرار برآوردم که انسان باید همیشه حرکت کند، در زندگی استوار باشد و خودش باور داشته باشد. آنچنان عزیزی برایم ای دوست، اگر 100 بار شکایت هم بکنند من قبول نمی کنم. این مرد است، اساساً مرد است، برای که مرد گپ میپرتاید، مرد او دختر برای بد میبرد. هیچ وقت زن پیش خودش نمیتواند کرد. عشق، بی‌وفایی، رنج، درد، عذاب. از خانه ما بالاتر دیسکوتک است. اگر یگان لحظه ای که مقصد زیق شوم یا اینکه بای باشم همه جا رفته وقت میگذرونم. نه نمیدونم.